ماموران امدادی تاجیکستان 5 سیاح آمریکایی را که در بدخشان ناپدید شدند زنده پیدا کردند. به گفته سفارت آمریکا در دوشنبه سیاحان آمریکایی ظاهرا هنگام قایقرانی به مشکل گرفتار شده بودند. عملیات نجات این 5 نفر در همکاری با مقامات رسمی تاجیکستان و سازمان‌های امدادی مقیم دوشنبه ادامه داشت و همه آنها را به دوشنبه آوردند. بنا به گزارش‌ها یکی از این سیاحان مجروح است. مقامات انتظامی تاجیکستان رئیس یک سازمان خیریه و 2 کارمند اختیاری آن را از بازداشت رها کردند. کامیل ریشف رئیس سازمان دستیاری که به یتیمخانه و افراد محتاج کمک میکند همراه با کامران اساس‌زاده و طاهر خالف روز 28 سپتامبر با گناه اوباشی به 5 روز حبس مأموری محکوم شدند. ماموران ملیسا میگویند که این جوانان قبل از گذشتن کاروان ماشین‌های رئیس جمهور امام علی رحمان ماشینشان را در یکی از کوچه‌های مرکزی دوشنبه نگه داشتند، اما کامیل ریشف میگوید که آنها گناهی نکردند و برعکس کارمندان ملیسا با آنها در افتاده سپس به شعبه ریاست امور داخلی بردند. به زودی حکومت تاجیکستان در نزد سازمان ملل گزارش می‌دهد که برای جلوگیری از ظلم به زنها و مراعات حقوق زنان چه کارهایی را به سامان رسانیده است. روز 9 اکتبر در کمیته محو خشونت علیه زنان در شهر ژنو مقامات تاجیکستان خواهند گفت که برای مبارزه با خشونت علیه زنان که به یک رسم تبدیل شده است چه کار کردند. حامیان حقوق میگویند لطوکوب و بدرفتاری با زن در تاجیکستان یک کار معمولی است و حکومت آن را مسئله خانوادگی خوانده نادیده میگیرد. مقامات رسمی تنها در سال 2012 456 شکایت در مورد زورآوری نسبت به زنها را بررسی کردند. ساکنان نواحی دوردست ولایت کوهستان بدخشان میگویند شیوه جمع‌آوری حق استفاده نیروی برق در محل زندگی آنها عادلانه نیست. به گفته ساکنان شرکت پامیر انرژی ماهانه از هر خانواده ناوابسته از مقدار برق مصرف شده 30 سامانی می‌ستاند که غیر قانونی است. یک منبع در شرکت به رادیو آزادی گفت در صورت ستانیدن حق نیروی برق از هر خانواده علاهیده آنها با جبران تلفات برق در راه را نیز بپردازند که خراجات را برعکس بیشتر می‌کند. در دوشنبه دانشمندان و روحانیان و مقامات رسمی از کشورهای مشترک المنافع و سازمان همکاری شانگهای همکاری‌های فرهنگی و مسئله مکالمه دین و دولت را بررسی می‌کنند. در نشست مکالمه زبان‌ها و فرهنگ در قرن 21 که تا روز 4 اکتبر ادامه می‌کند، معماهای همکاری دولت با دین، همگرایی دانشگاه اسلامی کشورهای منطقه و مکالمه بین ادیان را بررسی می‌کند. اخباری از این هم بیشتر در تارنامه رادیو آزادی، شبکه‌های اجتماعی و هم تلفنی همراهی شما.